به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همویران ارجمند. درس 15 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرفی ک. kapı 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 در خانه در. karpuz 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 و این کلمه مانندی به کلمه یعنی تربوز و اربوز دارد، یعنی در زبان روسی و در زبان تاجیکی. در زبان روسی اربوز، در زبان تاجیکی تربوز و در زبان ترکی karpuz 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 تربوز. kiraz 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 آلوچه. کتاب 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 این کلمه نیز به زبان تاجیکی مانندی دارد کم بیش و اصلش از زبان عربی گرفته شده است. در زبان عربی کتاب کتابون میگویند و در زبان تاجیکی کتاب، در زبان تاجیکی، در زبان ترکی کتاب کتاب یعنی کتاب. این بود درس 15. تا درس دیگر، خداحافظ.